روز اول ماه ایون کرانتین در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت نرمتر شده، برخی طربخانه و کارخانه های خرد درهای خود را باز کردند. از کبابپزی های نزد چایخانه ادیبان بعد یک ماه تنفس باز دود میخیزد، ولی مثل پیشتر سر آدم نیست. فقط فرمایش که سوای میبرم، فقط شیشه خویده لازمه، فقط بودنی. در درآمدگاه طربخانه و آشخانه ها نوشتجات قاعده های احتیاط از ویروس کووید 19 همانا پابرجاست. تنها با نقاب و بعد شستن دست با محلول پاکساز به داخل طربخانه برای گرفتن فرمایش وارد شدن ممکن است. بعضی آشخانه و طربخانه ها و آبی جونوشی ها به منزل ساکنان بردن غذا و نوشاکی های فرمایشی را نیز پیشنهاد میکنند. شهرداری خوجند از 1 ایون به باز شدن برخی از کارخانه های تولیداتی و خدمت رسانی اجازه داده است، اما تنفس بازار و فروشگاه های بزرگ و مغازه های متاع و لباس همانا دوام دارد. روز نخستین ماه ایون در بیشتر کارخانه های خرد مرکز خوجند همانا بسته بود. بعد از اعلان آشکار شدن بیماری کووید 19 در تاجیکستان از اول ماه اپریل کارخانه ها فعالیت خود را محدود کردند، برخیشان درهای خود را بستند. همکنون فعالیت خود را به آهستگی از سر میگیرند.